آقا سلام. همونجور که قول داده بودم اومدم براتون ویدیوی سنسیتیویتی رو درست کنم و این یکی از بهترین ویدیوهاییه که تو عمرتون قرار ببینیم الکی. خب از اون جایی که سنسیتیویتی خودش دردسرای خاص خودشو داره، من واقعا برای این ویدیو زحمت کشیدم و رفتم برای سنسیتیویتی گشتم و خیلی آزمون و خطا انجام دادم و تونستم این ویدیو رو براتون درست کنم. خب بدونی که وقتتون بگیرم سریع میرم سر اصل مطلب. اول از همه با شما یه گوشه یه دیواری رو داخل ترینینگ پیدا کنید. نه هر جایی فرقی نمیکنه، فقط یه جایی باشه که این نقطه سفید وسط صفحتون رو بتونید روش بذارید. من مثلا میام اینجا رو انتخاب میکنم، شما میتونید همینجا انتخاب کنید. میایین داخل ستینگ بازی، میایین داخل سنسیتیویتی، بعد سمت راست پایین از سه تا گزینه اول رو میزنید دیفالت، بعد میایین اینجا سنسیتیویتیتون رو ریست میکنید. بعد اینکه ریست کردین باید چند تا کار انجام بدین که سنسیتیویتیتون رو پیدا کنین، ولی قبل اینکه ریست هم کنین از سنسیتیویتیتون عکس بگیرین که اگر از روش من خوشتون نیومد یا از سنسیتیویتی خوشتون نیومد، دوست نداشتین نوب بشین اولای بازی، خب بتونین برگردین دیگه، چیز منطقی. خب میخواستم بگم که اگر صدای من بد میاد، خب میکروفون ندارم ببخشید و دوباره وقتتون نمیگیرم، بریم سر اصلی بیدیم. خب بعد اینکه ریست کردین و اسکرین شات هم گرفتین، میایین یه گوشه رو انتخاب میکنین، دوباره میایین تو ستینگ، تنظیمات به حالت اولیه برمیگردونین، دوباره میایین تو سنسیتیویتی و از همین اول بالا میخوام براتون توضیح بدم. اول از همه سه تا گزینه داریم، یکیش فیکسه، یکیش دیستنسه، یکیش هم اسپیده. بهترینش اسپیده، ولی چون من بیشتر با فیکس پلی دادم با فیکس پلی میدم، ولی اگه شما میتونین با اسپید پلی بدین با اسپید پلی بدین، چون 100% بهتره. ولی من با همون فیکس میدم که حالا اونقدر روی تنظیمات سنسیتیویتی چیدنش تاثیر نداره، ولی خب روی طرز بازیتون 100% تاثیر داره. اکسلریشن که الان من گذاشتم 130، این طوریه که شما میخواین با صفحه رفتار کنین. وقتی شما میخواین مثلا سریع صفحه رو بچرخونین یا میخواین آروم بچرخونین، این خیلی تاثیر داره روی اون حرکت. مثلا یکی انگشتش بزرگه، یکی کوچیکه، یکی عکس العملش پایینه، یکی عکس العملش بالاه. اون کسی که خیلی صفحه رو سریع میچرخونه 100% باید سنسیتیویتیشو بذاره پایین، چون وگرنه اگه مثلا بذاره بالا خب گم میکنه صفحه رو، انمی رو گم میکنه. اون کسی که صفحه رو خیلی آروم میچرخونه، مثلا انگشتای بزرگتری داره، شستش بزرگه، خب 100% میذاره بالا. مثلا من الان ببین سریع صفحه رو میچرخونم، گان دستم سریع صفحه رو میچرخونم، حالا اگه بیام آروم بچرخونم میبینین چه جوری میشه، اصلا معلوم نیست، خیلی بدجور میشه موومنتتون. سنسیتیویتی رو موومنت هم خیلی تاثیر داره. حالا دوباره برمیگردیم داخل ستینگ. خب میایم پایینتر، اینجا کاری نداریم. اینجا چند تا گزینه ها هستن که شما نیاز نیست بچینشون، یعنی اون کسی که واقعا بازیش خوبه رو کی دیدی با رد دات تاکتیکال اسکوپ و اینا بیشتر بیاد پلی بده، معمولا با هیرون ساید خود گام میان پلی میدن. خب رد دات رو مثلا رد دات رو میذارین 100، تاکتیکال اسکوپ رو میذارین 100، اسکوپ 4 رو میذارین 100، اسکوپ 8 رو میذارین 100. گرون ویوکلز هم که میشه همین ماشینای زمینی، سنسیتیویتی اونا میشه صفحه‌شو بخوای بچرخونی 100 کلا چیز اوکیه. یا وقتی هم که ریست کنین خودش میاد، فکر کنم 100، من دقیق یادم نیست. ایر ویوکلز هم که میشه ماشینای هوایی مثل جت، هلیکوپتر و اینا، بازم همون سنسیتیویتی چرخش صفحه‌شه. اسکوپ 6 هم میتونیم بذارین 100، اسکوپ 3 هم میتونیم بذارین 100. ما با چیزایی که کار داریم یه استرینگ سنسیتیویتیه، یه دونه ثرد پرسن سنسیتیویتیه، ADS سنسیتیویتیه، اسنایپر اسکوپ سنسیتیویتیه با ورتیکال ترنینگ سنسیتیویتی. ما با اینا خیلی کار داریم، کلا سنسیتیویتی رو هم اینا میچرخه. شما بعد اینکه اون بالا رو چیدین 100% پایین هم باید همونا رو بذارین، که پایین برای بعد از تیر زدن، بالا برای قبل از تیر زدن، که اینا رو 100% میدونی. خب ما میایم شروع میکنیم. اول از همه ما میایم ثرد پرسن سنسیتیویتی رو پیدا میکنیم. ثرد پرسن سنسیتیویتی چیه؟
اون صفت که وقتی میچرخه اون کار میکنه. مثلا الان 30% سنسیتیویتی من 101، خب 100 میذاریم 100. میایم یه گوشه انتخاب میکنیم، از نقطه وسط صفحه اون سفیده که اون وسطه انگشت 60 رو میذاری روش، میچرخونی تا یه 360 درجه بزنه بیاد دوباره همون جایی که بود. وقتی نمیرسه یعنی سنسیتیویتیت کمه. وقتی کم باشه چیکار میکنیم؟ خب 100% زیاد میکنیم. ما میایم زیادش میکنیم. اول از همه چیکار میکنیم؟ حالا 10 تا میتونین زیاد کنین. اگه بره جلوترش خب کمتر میکنیم، اگه بره عقبترش دوباره وایس بازم بیشترش میکنیم. من میام الان 10 تا اضافهش میکنم. خب دوباره میایم وسط میذاریم، دوباره میچرخونیم، جوری میچرخونیم که انگشت 60 مون از صفحه بره بیرون کلا، که میبینی الان باز یه دونه اضافه است. فکر کنم من باید الان یه دونه دوباره کم کنم. دوباره میایم یه دونه کم میکنیم، دوباره میذاریم وسط، دوباره میچرخونیم و الان میبینید که تقریبا اومده همون جا دیگه. حالا دیگه اونم الان من میخوام یه دونه اضافه کنم یا کم کنم، باز کم میاد. این الان اوکی شد. 30% سنسیتیویتیمون اوکی شد. حالا ما میایم چیکار میکنیم؟ جدا از این که این بالا رو تنظیم کردیم، پایین هم دقیقاً همون میذاریم. الان ما بالا رو گذاشتیم 109، پایین هم میایم میذاریم چند؟ 109. اینم میذاریم 109. چیز بعدی که میخوام براتون بچینم، میریم برای ADS sensitivity. ADS sensitivity شما اول باید بات تنظیم کنید. سرعت بات اسپیدشو میذارین های که بشه مثل انمیای عادی، سرعتشون زیاد باشه. موومنتشون هم بذارین اسلاید جامپ. داخل اینجا هم میذارین فوروارد اند بک. اونجا هم که دیگه دست نمیزنین، بقیش دست نمیزنین. این 2 تا بات میکنین، 2 تا فقط، این یه دونه، اینم 2 تا. بعد میاین چیکار میکنیم؟ میاین آخر دقیقاً همینجا وای میسین. حالا توی لودات یه گانه، حالا من الان SMG دارم، اسالت ندارم، یه دونه گانه رگبار مثل SMG و اسالت و اینا انتخاب میکنی. LMG هم میشه ولی خب اسالت باشه از همشون بهتره. میایم این انمی ها رو دنبال میکنیم، که بتونیم دقیقاً ایممون روی انمی فیکس بشه. حالا من میبینم که الان انمی رو من یکم گم میکنم. وقتی من میخوام این الان دنبال کنم یعنی گمش میکنم یکم، اینم یا میپره گم میشه، چون اون سرعت دقیق رو ندارم، چون میخوام برسم به انمی یا انگشتم سرعتش رو بیشتر میکنم یا کمتر میکنم. پس این 100% مشکل داره. من باید اول ببینم که انمی رو کم میارم بهش برسم یا زیاد میارم بهش برسم، که من میبینم انمی رو کم میارم. وقتی کم میارم خب 100% رو بیشترش کنم. ما میایم اینجا تو ADS بیشتر میکنیم. ADS sensitivity رو میذارم مثلا 110 که گذاشتم، دوباره میام میشه دنبالش میکنم. میبینید الان ایمم دیگه تقریبا چسبیده بهش، ولی بعد اینکه موومنت میزنه خب من یکم میرم جلوترش ولی دوباره پیداش میکنم. این الان اوکی شد. دوباره میام چیکار میکنیم؟ پایینش هم میذاریم 110. این پایین هم الان گذاشتیم 110 ADS. و الان ADS ما هم پیدا شد. ADS ما پیدا شد. ما باید بریم برای گزینه بعدی. گزینه بعدی چیه که میتونیم با همین تنظیمات پیش بریم؟ گزینه برای اسنایپ. یه اسنایپ حالا هر چی باشه میتونید انتخاب کنید. بیاین یکی از بات‌ها رو بگیرین دنبالش کنید. که میبینی الان من کم میارم. وقتی کم بیاری یعنی چی؟ یعنی خب گفتم باید زیاد کنید سنستون. ما میایم دوباره زیاد میکنیم. اسنایپر رو میذاریم 105. اون قدم زیاد باشه بعداً داخل فصل اسکوپ و اینا کارت خراب میکنه. یه چیزی میزونی باشه. خب الان من دوباره دنبال میکنم انمیو، میبینین که خیلی بهتر شده. حالا چون یکم باتا تو هم رفتن، یکم ایم اسیست هم تاثیر داره، به خاطر هم یکم قاطی میکنه. میشه ایم اسیست هم خاموش کنی، ولی خب کی با ایم اسیست خاموش میره؟ خب میتونیم با ایم اسیست روشن. خب حالا میایم کجا؟ میایم پایینتر میرسیم به vertical turning sensitivity. این چیه؟ مثلا من الان یه دونه فنک دستمه دیگه، یه SMG دستمه، دنبال انمی که میکنم، بعد اینکه میخوام تیر بزنم خب اینا کن اوکیه، ولی خب این باید بره بالا دیگه، میره بالا چون گان لگت داره. حالا برای اینکه بخوایم این vertical sensitivity رو پیدا کنیم، میتونیم یه حرکتی بزنیم.
میتونیم دقیقا شبیه سنسیتیویتی ADS همون بذاریم که خیلی خوبه. من همیشه همین کار میکنم. مثلا میام اینو میذارم 110 مثل سنسیتیویتی ADS هم میذاریم 110. حالا شما میبینین 110 گذاشتین. حالا ببین بر من الان اوکی شد، نقطه شد. حالا شما میبینین چیکار میکنین؟ 110 میذارین. چه اتفاقی میفته؟ باز میبینین گاهتون رو خوب نمیتونین نگه دارین. اون موقع میتونین 110 ببرین بالاتر که این دیگه مثلا من نمیتونم بیام فرمولی بهتون بدم که این چیکار کنین، مثلا ضرب در 3 کنین، تقسیم بر 4 کنین، اینجوری کنین. این 110 فرمولی نداره. شما بازی کنین تا اینو بفهمید. 110 شما میرین چند دست بازی میکنین. اگه دیدین بهتر نشد، بازم نتونستین نگه دارین، اون موقع دیگه واقعا میفهمید سنسیتیویتیتون نیاز داره که زیاد بشه یا کم بشه. خب حالا دو تا قسمت میمونه. یکیش که برای همین بالا اکسلریشنه که نگفتم چیزی بود ازش بیارین. یه دونم استرینگ. خب وقتی که ریست میکنین که کلا این روش به ریست کردن بسته چون هر دیوایس سنسیتیویتی مخصوص خودش رو داره. وقتی ریست میکنین کالا به اون نزدیکترین بهترینش میرسونه دیگه. خب شما میان چیکار میکنین؟ میان پایین تو اکسلریشن. این باز میگم بستگی به چرخش انگشتتون داره که چجوری بچرخونید صفحتون. الان من میبینم 130 خودم قبلا گذاشتم و میبینم اوکی. شما میان چند تا موومنت میزنی، یه انمی رو مثلا انتخاب میکنی، موومنت میزنی، میبینی گمش میکنی یا مثلا گمش نمیکنی، چه اتفاقی میفته؟ اگه خب گمش کردی، یعنی مثلا من الان رفتم موومنت بزنم دیدم مثلا ایمم رفت اونجا. اگه رفت ایمم اونجا خب یعنی سنسم زیاده، اونو باید کم کنم. به صورت انگشت من اون نمیخوره. اگه دیدم که کم اومد، مثلا اینمی اینجا بود، من ایمم اومد اینجا مثلا ایمم اومد، یعنی چی؟ یعنی ایمم باید اون سنسیتیویتی اکسلریشن باید زیاد بشه. خب اینم برای به دست آوردن سنسیتیویتی اکسلریشن. حالا میریم برای چی؟ بعدی چی بود؟ استرینگ. بعدی استرینگ رو چی کار میکنیم؟ استرینگ بعد اینکه ریست کردین یه چیز درستی بهتون میده خودش. شما میاین اونو، اگر اون کلا یه چیزیه که ربط داره به همه سنسیتیویتی، چیزی که من فهمیدم، خب اونو میتونین یا دست نزنین که اگه دست نزنین خیلی بهتره، یا اگه میخواین یکم سنسیتیویتی تند و تیزتری داشته باشین 10 تا 5 تا بیشتر کنین، 5 تا 10 تا بیشتر کنین یه عددی. حالا من خودم میتونم 10 تا اضافه کنم اگه بخوام. مثلا من میام 10 تا اضافهش میکنم. یه چیز کلی من الان میام 10 تا اضافهش میکنم. سنسیتیویتی 100% تغییر میکنه. ولی باز میگم 10 تا اضافه نکنی یا 5 تا اضافه نکنی بهتره بذارین همون که خود اصلیش باشه. 100% خیلی بهتره. دیگه فکر نکنم چیزی مونده باشه. این کل سنسیتیویتی ها بود. اگرم باز میگم اگه دوست داشتین میتونم براتون کل معنیای این سنسیتیویتی رو بذارم یا براتون مولتی هم بذارم. این در کل اینا بود. حالا هر چیزی که این بالا میذارین یادتون نره این پایین هم بذارین که سنسیتیویتی میزون باشه. آره یه چیز دیگه هم هست که برای سریع بودن، مثلا میخواین سنسیتیویتی فضایی داشته باشین ولی میزون، فضایی میزون، یه چیزی باشه که نه اینکه انمی رو گم کنین به زور بکنین بازی کنین، یعنی چشاتون در بگیره، سرگیجه بگیرین، این دو چیزا نه. برای این کار که اونایی که تازه سنس عوض میکنن میتونن آن لینک پلی بدن، آف باشه یعنی آف لینک پلی بدن. ولی حالا میخوای سنسیتیویتی فضایی داشته باشی، همین تنظیماتی که روی آف چیدی، رو آف لینک چیدی و سنسیتیویتی تو آن لینک میکنی، همونا رو میای رو آن میچین. وقتی من بیام آن کنم سنسیتیویتیم عوض میشه همه چیش، یعنی این پایین کلا عوض میشه. اوکی منم آن پلی میدم که میخوام سنسیتیویتی سرعتی تری داشته باشم، ولی اگه آن نذارین خب دقت بیشتری دارین. اینم بود از ویدیوی این سری. اگر ببینم حمایت میشه که ویدیوی بلندتر باز میذارم. تا ویدیوی بعدی فعلا.